سلام، حسینم. کاری که انجام میدم اینه که به صورت رندوم کتاب انتخاب میکنم و میخونم. چیز باحال و جالب و جوابیه. امروز البته کتاب انتخاب شده بود به صورت رندوم، بخشی هم باز شده بود. کتاب 4 اثر از فلورانس اسکاول شین. بر سر دوراهی. انسان مجبور است که هر روز دست به انتخاب جدیدی بزند، یعنی بر سر دوراهی قرار میگیرد. این کار را بکنم یا نکنم، بروم یا بمانم. خیلی ها نمیدانند چه بکنند. از دیگران میخواهند تا برایشان تصمیم بگیرند و بعد افسوس میخورند که چرا به حرف آنها گوش کردند. برخی نیز سعی میکنند در تصمیم گیری خیلی منطقی و سنجیده رفتار کنند. آنها اوضاع را سبک و سنگین میکنند، گویی در بقالی هستند و در نهایت از اینکه به هدفشان نمیرسد تعجب میکنند. با این حال هستند کسانی که هنوز از مسیر جادویی الهامات قلبیشان پیروی میکنند و در یک چشم برهم زدن خود را در بهشت موعودشان می‌یابند. الهام یک نیروی معنوی است و فراتر از ذهن استدلالی قرار دارد و همه خواسته ها و نیازهایتان در این مسیر برآورده می‌شوند. در کتاب بازی زندگی مثال‌های زیاد آمده است که به کامیابی ناشی از بکارگیری این قدرت اعجاب انگیز اشاره می‌کند. دعا گفتگوی شما با خداست و الهام گفتگوی خدا با شماست. پس همینک تصمیم بگیرید که از راه جادویی الهام پیروی کنید. من در کلاس‌های پرسش و پاسخم چگونگی پرورش الهام را آموزش می‌دهم. این نیرو در بسیاری از انسان‌ها ناشکوفا باقی مانده است. پس می‌گوییم ای آن که خفته‌ای برخیز. گوش به زنگ الهام‌ها و نداهای درونت باش. اینا اسم دختر. چشمان خود را به الوهیت درونت باز کن. کلود براگدون گفته است شهودی زندگی کردن مترادف است با 4 بعدی زیستن و اکنون که بر سر دوراهی ایستاده اید باید تصمیم درست را اتخاذ کنید. از خدا بخواهید که یک ندای درونی درست را به دلتان بیاندازد و مطمئن باشید که پاسخش را خواهید شنید. در کتاب یوشع به خیلی از پیشامدهای زندگی اشاره شده است که تفاسیر ماورالطبیعی دارند. پس از مرگ پیامبر وقت فرمان الهی به یوشع رسید. فرمان چنین بود: اکنون برخیز و از اردن عبور کن. تو و امتت به سرزمینی بروید که به شما عطا کردم. هر جا که پا نهید به شما بخشیدم.